الان در ارتفاعات کوههای آلپ هستیم. این ارتفاعات بسیار زیبا است. ارتفاعات واقعا جالب و دلانگیزی است. اینجا پر از شغال‌ها و گرگ‌ها و شترمرغ‌های وحشی است. کوههای آلپ بسیار خوب است. یعنی من این مه های خوبی است. اینجا در ارتفاعات آلپ هستیم. ارتفاعات آلپ پر از گرگ‌ها و شغال‌ها و شترمرغ‌های خطرناک است. دو تن از افراد بومی را می‌بینیم که نزدیک می‌شوند. اینشان حاج‌آقا هستند که یک پایشان در مکه منوره است و یک پایشان در کوههای آلپ. مایک پشتش میافته؟ بله، این حاج‌آقای زامنه است. این هم دو چرخ سوار کوههای آلپ که الان در اسالم و اردبیل است. برو برید ببینیم موچه جمع میشه. ایشان هم آقای رحمت الله عاملی است که تمام ایران را گشته است. به دلیل پروستات الان مدتی است که نمی‌رود. بیا محمد آقا بگیر، بیا. الان داره میگیره اتوماتیک. الان اتوماتیک داره میگیره. بگیر. اینم آبجی شهرام هیکله. آبجی شهرام هیکل. اینجا رو با ماشین اومدیم ما این رو. پیاده با ماشین اومده. حالا امروز فضا دیگه میان گلا. من برم استوپش کنم. کجا من برم؟ چجوری استاپ میشی؟